که بسم الله. او یا همون مثلا میوه هایی که در بالا تر هست شیخ، و مثل خرما، سیب و غیره. در جای ما همچنین است که در جای مثلا تاجیکستان، ازبکستان، هر جا همون وقتی که اونها میپزد از همین صاحبی خانه میرود و مثلا بسیار انسان ها میخرد، همین سیبش میخرد و نگاه میدارد تا زمستانه و زمستان برآورده میفروشد میره. آیا همچنین کردن جایز هست یا نیست؟ بارک الله فیک. یعنی سیب هایی که یا میوه هایی که جمع کرده از درخت به خانه آورده ذخیره کرده موندگی همون میخرند، لیکن در همون خانه میستد زمستان میفروشند. بله مثلا یعنی این دیگر کس میخرند و اوره خانه تون را نگاه میدارند یا یگان جون نگاه داشته میفروشنده بعد برای زمستان ذخیره میکنند. بله. سوال در مسئله ذخیره است که ذخیره کردن بعضی از چیزها جایز است یا نیست. نه بله. نه اینجا این خیلی نشه. مثلا بنیاد شما بجا میکنن که قیمت بفروشن، همون چیزا قیمت یک مقصد. ذخیره دقیقه همین نمیشه، یعنی تدخور میگه آها تجارت، لیکن به واسطه ذخیره میشد. شما در یک موسم میخرید، در موسمی که این محصولات زیاد است و ارزانی تر است، در اول جمعشوی حاصل جمعشویش میخرید آورده، بعد اینا به یک طریقه های معین ذخیره میکنید و بعد از اینکه اول های بهار میشد یا در آخر های زمستون که چیزها قیمت میشد از میوه‌جات ها یا که از سبزیجات ها میبرورند و چی میکنند میفروش. آیا همین عمل درست است یا نیست؟ این عمل تفصیل دارد، یعنی حکم این عمل تفصیل دارد. تفصیل این است که وقتی که ذخیره کردن بعضی از چیزها خریده، ذخیره کردن بعضی از چیزها سبب گران شدن نرخ در بین مردم می شود، سبب دست نایابی به همون چیز می شود، یعنی کمبودی از همون چیز احساس می شود، در این حالت این عمل رو انجام دادن حرام است. خیلی که رسول الله صلی الله علیه و سلم زیاده از 40 روز در بعضی روایت های گوناگون، لیکن بالعموم ذخیره کردن چیزها رو حرام کرده اند به همین نمود، یعنی جمع کردن و نگاه داشتن به خاطر قیمت تا قیمت شود فروش کردن. این نهی رسول الله، این من کردن رسول الله در حالت است که از بازار همین مواد غذایی گم شود، نابود شود به سبب ذخیره و نرخ این چیز هم بالا رود، قیمت شود و دست نایاب شود. در این حالت برادر عزیزم این چنین نمود خرید و فروشی که ذخیره کرده به مردم مشکلی ایجاد میکند حرام است. اما اگر انسان خرد و ذخیره کند اما هیچ تأثیر به نرخ بازار نگذارد یا که سبب کمیاب شدن این چیز نشود، سبب مشکلی در بین جامعه مسلمان ها نشود، در این حالت هیچ باکی ندارد. مثلا شما سبزی، کارتوشکا، پیاز، مثل گندم، ارد، این چنین چیزها رو میخرید ذخیره میکنید، دانی نه از دیگر چیزها، و در بازار هم این چیز خیلی زیاد است. شما ذخیره کنید هم نکنید هم به نرخ بازار تأثیر نمیگذارد این عملی شما، و به سبب ذخیره شما به مسلمان ها ضرر هم نمیرسد و در بازار این چیز کمیافت هم نمیشه. در این حالت باکی ندارد. اما وقتی که عمل شما سبب کمیافت و سبب گران شدن و سبب مشکل میشد، در این حالت چه حرام است. و علمین است از نظر مقاصد و شریعه، از نظر اصول فقه، وقتی که ما به احادیث ها و به فعل های پیامبر صلی الله علیه وسلم گفته و کرده و به عمل های صحابه ها نظر میکنیم. بارک الله فیک. سوال نوبته میگه شیخ. بله بس بفرمایید. الله استو کرد. یعنی به ما همچنین سوال شد که
اه، در دور پیامبر صلی الله علیه و سلم یعنی زنها با همراهی مردها یعنی حج کردن جواز نداشته است. بعدی مثلا چند صد سال بود، بعدی مثلا یک سالی گذشتن کدام عالمی آمده است مثلا این فتوای صادر کرده است، جایز گفته است. آیا همین چیز صحیح است یا نه؟ بارک الله فیکم. یعنی در زمان پیامبر گویا که زنها حج نمی‌کردند، یعنی نه، حج مثلا با همراهی یعنی مردها حج نمیکردن نه یک جای. یعنی چگونه حج می‌کردند؟ یعنی والله اعلم. باقی سوال همین خیلی است که حج یک جو مردو که نمیکردند، مقصد کدام عالمی بعد چند صد سال آمده است باز فهم فتوا را داده است که یعنی نه، یعنی مثلا حج مردها جدا می‌شد، بعد از مردها حج تمام کردن بعد زنها حج می‌کردند. یعنی این تا این درجه نپرسیدند، فقط همین پرسیدند که آیا همون خیلی بود یا نبود. چیزی که من به سوال دادن همین است. این سخن عمومی است. این سخنی که سوالی که حالا کسی از برادرها ارسال کردن، این سوال خیلی عمومی است. یک نکته معین باید در اینجا انیق کرده شد که مقصد سوال کننده چی است. اگر بگویند که زنها اول مردها حج میکردند بعد از این زنها حج میکردند، گویند این سخن باطل است، زیرا که وقت حج وقتی محدد است. محدد یعنی معلوم 5 روز. و عرفه، العرفه الحج عرفه، رسول الله صلی الله علیه و سلم حج عرفه است، اساس رکن حج عرفه است. کسی که عرفه نکرد حج نکرد. و عرفه یک روز است. از بعد از بامداد از مینا میبرید به طرف عرفه و در عرفه نماز ظهر و عصر میخونید و بعد از این باز میگردید به مزدلفه. و این به مرد زن است، به مرد زن است، یعنی یک روز. پس این باطل است که مردها اول حج میکردن بعد زنها بگرد. این چنین نیست. یا که بگوید که در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم فقط مردها حج میکردن زنها نمیکردن، باطل است این هم، زیرا که رسول الله همراه زنهایشون حج میکردن، صحابگان همراه زنهایشون حج میکردن. سوما اگر بگوید که مردها اصلا در دیگر جانب حج میکردن، زنها در دیگر جانب حج میکردن، زن و مرد به همدیگریش اصلا روبرو آمیخته نمیشد، این سخن هم ضعیف است یا بگویم باطل است، برای که این سخن ناشدنی است. در زمان پیامبر هم به حج هزارها آدم میرفت و بعد از زمان پیامبر وقتی که اسلام وسیع شد در زمان ابوبکر و بخصوص در زمان عمر و عثمان رضی الله عنهم اجمعین هزارها دهها هزار انسان حج میرفت و این یک عمل ناشدنی هست که زنها جدا مردها جدا باشد. البته زنهای پیامبر صلی الله علیه و سلم همراه پیامبر میرفت و زنهای پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث است که یکی از احرام زنها چگونه است. زن و مرد احرامش مختلف است. مردها همه لباس دختر میکشن، فقط دو لباس، ازار ریدا یعنی همون لباس سفیدی که احرام میگن برای حاجی ها. اما برای زنها مشکلی ندارد، لباس های همین مثل طبیعی لباسی همون حجاب و همون عبایا میگن، لباس های سیاهی دراز و غیره. اما فرق زنهای حجشون روزهای حجی و روزهای غیر حجی همین بود که زنها باید رویشون خیلی که حاضر حجاب ها هست، زنها عادتا روی همه کشودگی است. در زمان پیامبر و در زمان صحابه رضی الله عنهم زنها فقط رویشون رو در حج باید میکشودن، در غیر حج روی زنها 100% محکم است. انکنون حدیث صحیح است که زنهای پیامبرمون و به خصوص مادرمون عایشه رضی الله عنها وقتی که در حج مردی بیگانه رو میدید رویشون رو میپوشیدند. پس این چی رو دلالت میکنه؟ این دلالت میکرد که مردها و زنها پهلو ما پهلو یا که در رفتن و آمدن هم دیگرش رو دیدنش ممکن بود. اما اختلاطی که اختلاطی زیچ باشد یعنی آمیخته شدید باشد، البته که این اختلاط نبود. برای چی؟ برای که مردم کم بودن، منطقه وسیع بود، خیلی هم سرزمین وسیع بود. اینجا امروزه جای حج در زمان پیامبر خیلی وسیع علاهیده، همه بیملال حج میکرد، همه بیملال حج میکرد، زن و مرد خیلی هم به همدیگرش نزدیکی بد نمیشد.
اما از سبب اینکه امروز مسلمان به تگی 1.5 میلیارد و 2 میلیارد گویا رسیده، همه این 1.5 میلیارد و 2 میلیارد اگر 1%، 2%، 3% حج بکنه، میبینید 3 میلیون، 4 میلیون، 5 میلیون انسان ها در یک سال حج میکنن. 4 5 میلیون انسان رو ببینید در همون منطقه. زیرا که ببینید تریتوریای حج یک تریتوری معین است، یعنی منطقه حج یک منطقه معین است و یا دیگر وسیع کرده نمیشود و تمام منطقه ادو تمام، یعنی نمیتونم که با وسیع کرده صحرای زیاد کرده رفتن گیرم. برای همین مشکلی از همینجا به وجود میاد که منطقه مسجد مثلا حرام ببینید، صفا و مروه، با وجود اینکه طبقه های زیاد کردن این کردن و کردن، لیکن مسلمان ها عددشون زیاد است. در بعضی حالت ها زحمه می شود، خیستگی می شود، جفسی غیر شرعی بعضی حالت ها به وجود میاد. بله این چنین حالت ها در زمان پیامبر نبود، برای اینکه منطقه در اون وقت سرزمین خیلی که وسیع، انسان که کم است، سرزمین وسیع. انا مقدار فرق شد. بله بارک الله فیک. شاید همین در نظر داشتگی باشد که در زمان پیامبر امروزه پیستگی و سختی و آمیخته سختی که بین زن مرد است امروز در زمان پیامبر نبود. بله درست. بله از سبب بسیار بودن مسلمان ها امروز ترتیب و نظامش، این چنین نگاه داشتن ترتیب نظام به درجه خیلی هم عالی خیلی مشکل است، خیلی ناشدنی است. بارک الله فیک. جزاک الله خیرا شیخ، بارک الله فیکم. امروز یک مسئله شرک نیت، اراده و قصد، این بعضی به نام طالب علم و بعد مرجع ها و غیره عذری ها همین شرک رو دربارش گپ زنیم، گویا که اینها برای ما میگن که این سخن فقط ابو محمد مدنی گفتگی است، یا که درک این سخن به نرفته استودن که مثلا شرک قصد و نیت و اراده، مثلا عمل ناکردم همین اراده کنید مشرک میشید. پیشنهاد من همین که شیخ یا که خودتون به همین یک جواب بدید که تو اینها فهمن، یا که من چندین شیخ های دیدم، مثلا شیخ عبدالرزاق بدر یا که محمد آل شیخ بودن والله عالم، به همین ها صحبت کردن، همه کمترینشون 6 دقیقه یا 7 دقیقه. یعنی عبدالرزاق بدر اگر میموندم همینه ترجمه میکردید خوب میشد والله عالم. شیخ یا که خودتون میتونید که جواب بدید که یکی از مشکلی های امروز این است که به نام طالب علم است، به نام قاری قرآن است و غیر است، قبول ندارد همین شرک. بارک الله فیکم. بارک الله فیک. این یک مصیبت است. این مصیبت است که یک کسی دعوای طالب علمی کند، دعوای 10 سال و 5 سال و 15 سال خوندنی کند، دعوای حفظ قرآن و حفظ سنت و اهل قرآن و سنت بکند، اما از شرک آگاهی نداشته و یک نمود شرکی که شرک مجمع علیه است، در بالای این شرک که همین نمود شرک است اجماع ثابت است، بیاید و بگوید این چنین شرک نیست و این ساخته گفته ابو محمد مدنی است. اعوذ بالله من ذلک. و این به ذاتش یک جهلی است که جهل کفر است. این جهل کفری است. پس اگر این اراده، نیت، قصد شرک نباشد، از این رو که عبادت هم نیست بگوید. چیزی که الله عبادت گفته عبادت نیست میگه، چیزی که الله در همین باب شرک شدنش ممکن است شرک نیست میگه، این چی میشد؟ این کار کننده حکم الله سبحانه و تعالی. یا اگر این بله این کفر است و این اعوذ بالله به کفر تکذیب داخل میشه. اگر بگوید که نه من عبادت رو، یعنی نیت عبادت است، اراده عبادت است، قصد عبادت است، جانب عبادت رو اثبات میکنم، اما جانب نیت، در نیت شرک شدن و کفر شدن، در نیت در اراده کفر شدن و مشرک شدن و در قصد کفر مشرک شدن رو قبول ندارم، بگید این جهمی خالص. این جهمی خالص است که جهمی ها معلوم هستند که عبادت رو اثبات میکنن، کفر شرک رو از همون عملهای عبادتی اثبات نمیکنن. معنای چیز سخن ما چیست؟ مذهب اهل سنت این است که هر آن عملی که در همون عمل، هر آن چیزی که در همون چیز کفر شرک به وجود میاد، در همون چیز بگم برعکس، هر آن چیزی که در همون عبادت به وجود میاد، در همون کفر شرک هم به وجود میاد. در نیت عبادت به وجود میاد، به مانند اینکه
در وقت عمل کردن نیت رو خود به خاطر الله بکنید. بله عبادت، نیت پس عبادت است. پس می شود که همین نیت رو به غیر الله کنید، کفر شود. جهمی ها عبادت رو قبول میکنند، کفرش رو قبول نمیکنند. مشکلی جهمی ها نیست. مثلا سجده عبادت است در نزد جهمی ها، اما سجده رو به غیر الله کردن گناه نیست. الله المستعان. یعنی عبادت رو اگر به غیر الله انجام بدهید در نزد اونها کفر و شرک نیست. پس انا همین است چی؟ انا همین است مذهب جهمی. به مانند الولا و البرا، به مانند الولا و البرا، به مانند انا همین اگر اراده نیت و قصد بگوید. الولا و البرا رو جانب عبادتش رو قبول میکنم، اما جانب کفر شرکش رو قبول نمیکنم. ترک کنی کفر میشی، اگر ایواز کنی جوش کفر میشی، براعت نکنی کفر میشی رو قبول ندارم، اما عبادت بدنش رو قبول دارم. مذهب اهل سنت و جماعت همین است که هر چیزی که همون چیز عبادت می شود پس همون چیز شرک و کفر شدنش ممکن است. و کسی بیاید جانب عبادت رو قبول کند اما جانب کفر شرک رو انکار کند، این جهمی است. سجده به الله عبادت است، سجده به غیر الله شرک است. سجده به الله را عبادت بگوید، سجده به غیر الله را حکم نکند، پس جهمیگی مذهب نیست. حکم کردن به حکم الله عبادت است، به حکم کردن به حکم غیر الله پس کفر است و شرک است. نیت کردن عبادت تنها به الله عبادت است. خیلی که انما الاعمال بالنیات و انما لكل امرئ ما نوى، لا عبادت الا بالنیه. عبادت نیست مگر با نیت. نیت نباشد عبادت باطل است. پس نیت این بزرگترین عبادت است، حتی یکی از فرضهای نماز است، رکنهای نماز است. پس همین نیت رو اگر به غیر الله انجام بدهید آیا شرک است یا نیست؟ بله، وابسته به نیت است. ریا به واسطه نیت به وجود میاد. ای جهلایی که نیت اراده قصد انکار کرد. ریا به درجه از شرک اصغر به درجه شرک اکبر میرن، زیرا که منافقین ریاکارانند که ظاهرا اسلام را نشان دادن باطنا ریا کردن. ظاهرا اسلام را باطنشون کفر است. خیلی که شیخ الاسلام در مجموع الفتاوا میگه. و این چنین اراده کردن الله، خواستن الله عبادت است، خواستن اراده غیر الله کفر است. اراده حکم الله میخواهی، دوست داری، میخواهی، این عبادت است. حکم غیر الله را میخواهی یا دوست داری، این شرک. زیرا که اراده هم وقتی که به باب عبادت داخل شد حتما به باب شرک باید داخل شد اگر جهمی نباشی. و این چنین قصدت اگر الله باشد اجر گرفتی، قصدت غیر الله باشد شرک کردی. پس این دلالت میکند که این کسانی که دعوای طالب علمی کردند، این کسانی که دعوای علم کردند، دعوای علامگی و عالمی کردند، اینها از خری همسایه‌شون هم جاهلتر هستند. این مسئله توحید است و در مسئله شرک است و این مسئله اصول دین است. و این چگونه می شود که یک کسی که خود را طالب علم میگوید بیاید شرک، مشهورترین شرک را که شرک اراده است به اجماع ثابت است و این یک دریایی است که ساحل ندارد. خیلی که ابن القیم الجوزی میگن شرک الاراده، میگن بحر لا ساحل له. این شرک اراده میگن یک بحر هست که ساحل ندارد، خیلی هم وسیع است، منتشر است، در بین مردم واقع شده و بسیاری مردم به واسطه شرک اراده مشرک هستند. و به اجماع همه علما که امروز وجود دارند، یگان عالم از علمای اهل سنت را امروز نمیبینی مگرم این که میگوید شرک 4 نمود است، شرک اکبر 4 نمود است. و همه شرک های عالم امروز که در عالم هزارها نمود شرک اکبر است باز میگردد به 4 نمود. اساس و ریشه و اصل تمام شرک ها 4 نمود شرک اکبر است. اولین شرک الدعوه که این شرک الدعایی و شرک العباده 2 نمود یکمیش. بعد از این دومین به اجماع در همه کتاب‌های توحیدی وجود دارد شرک النیة والاراده والقصد. نظر کن به کتاب ابن ابی العز حنفی درباره شرک اراده و نیت و قصد چه میگه. نظر بکن به کتاب‌های نوشته
علمای نجد از محمد ابن عبدالوهاب و نبیرهاشون از علامه عبدالرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبدالوهاب در کتاب شرح التوحید فتح المجید نظر کن به کتاب تیسیر العزیز الحمید، اینچنین به نوشته سلیمان ابن عبدالله و نظر بکن به همه کتاب های توحیدی علما در این باب قسمی باب شرک رو نظر بکن که همه علما نظر در این باب نوشتن و حتی در تمام کتاب های نواقض الاسلام وقتی که شکننده اول رو من اشرک بالله في عبادته یا که من جعل بینه و بین الله وسائط یدعوهم و یسألهم الشفاعه در دو شکننده اسلامی که قسم یکم و دوم است، اول دوم وقتی که درباره شرک صحبت میکنن حتما کتاب نواقض رو نظر بکن که میگن که شرک 4 نمود است. شرک الدعوه اولش، دومش شرک النیه و الاراده و القصد، سوم شرک الطاعه و چهارم شرک المحبه و محبت شرحی. نظر کن به شرح کتاب نواقض الاسلام رو ما ترجمه کردیم از عبدالعزیز طریفی، نظر بکن در اینجا وجود دارد این چیز. همه علمای اسلام میگن که کفر 6 نمود است و این چیز رو ابن القیم الجوزی در طریق الهجرتین بیان کردن. شیخ الاسلام ابن تیمیه در مجموعه الفتاوی و در دیگر کتاب‌های عقیدگی خود شرک اراده رو بیان کردن و پیش از این ابن بطوطه اللالکایی و البربهاری و غیر ذکر کردن و در زمان سلف صالح و پیش از این همه الله سبحانه و تعالی این ذکر کرده. در سوره نساء آیه 60 الله سبحانه و تعالی میگه الم تر الى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. ای محمد صلی الله علیه و سلم، آیا ندیدی کسانی رو که یزعمون یعنی دعوا میکنن، میگویند که ما مسلمانیم. یزعمون دعوای بر دروغ کردن، در این وقت در اینجا کلمه زعم به همین معنی میاد، یعنی کسانی که دعوا میکنن که ما مسلمان هستیم اما این دعوایشون دروغ است. اونها مسلمان گفتن، دعوا میکنن، نماز و روزه و غیره میکنن اما اینها مسلمان نیستن. برای چی؟ برای اون که یریدون میخواهند، حالی یفعلون الله نگفت، یعملون نگفت، میکنن به حکم الله به حکم غیر الله حکم میکنن نگفت، به حکم طاغوت حکم میکنن نگفت، بلکه گفت یریدون میخواهند که در آینده دور یا نزدیک حکم به حکم غیر الله. مرا حالی نکردن لیکن اراده کردن، میخواهند، نقشه کشیدن، تمام مشرک شد. 3 چیز به نیت کردن، به اراده کردن، به قصد کردن به وقوع میپیوند. شرک اولین اونا شرک و کفر. شرک و کفر نیت کردی، اراده کردی، قصد کردی، تو همون وقتش در همون وقت شرک کافر شدی، مشرک شدی. در همه نمود شرک یک نمود است. امروز جهمی ها شرک قبر پرستی رو و شرک حکم رو و شرک مراجعت به محکمه طاغوت رو فرق میگذارند. هر کسی که بین این شرک ها فرق گذارد و شرک تحاکم رو، مراجعت به محکمه های طاغوتی رو پستر از شرک قبر پرستی بداند، این یک جهمی خبیث است، یک جهمی است، این طاغوت پرست است. اینا رو نشناخت شرک تحاکم است. از این جهمی ها دور باشید، هیچ فرقی نیست. شرک قبر پرستی، شرک مراجعت به محکمه طاغوت، شرک حکم کردن به حکم غیر الله، اینا همش یک نمود شرک است. و هر کسی که یکی از این شرک ها را اراده میکند، میخواهد، پس این چیست؟ این مشرک است، به شرک اراده واقع شد. ما ببینید نظر بکنیم به تفسیر ابن جرير الطبري. قال ابو جعفر، يعني ابن جرير الطبري، ابو جعفر الطبري، بذلك جل ثناؤه ألم ترى يا محمد بقلبك فتعلم إلى الذين يزعمون أنهم صدقوا بما أنزل إليك من الكتاب وإلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك بما أنزل من قبلك من الكتب يريدون أن يتحكموا في خصومتهم إلى الطاغوت، يعني إلى من يعظمونه ويصدرونه عن قوله ويرسلون بحكمه من دون حكم الله وقد أمروا يكفروا به. يقول وقد أمرهم الله أن يكذبوا بما جاءهم به الطاغوت الذي يتحاكمون إليه
فتركوا أمر الله واتبعوا أمر الشيطان ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. يعني أن الشيطان يريد أن يصد هؤلاء المتحاكمين الطاغوت عن سبيل الحق والهدى ويضلهم عنها ضلالا بعيدا، فيجود عنها جورا شديدا فيجور بهم جرا. وقد ذكر أن هذه الآية نزلت في رجل من المنافقين دعا رجلا من اليهود من خصومة كانت بينه وإلى بعض الكهان ليحكم بينهم ورسوله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم. لكن قال يعني ببني أنا مين یک منافق به یک یهود در بینشون اختلاف به وجود آمد. منافق که دعوای مسلمانی میکرد به یهود گفت که به نزد فلان کاهن میرویم. حالی نرفتن. یهود گفت که بیا به نزد کاهن رویم. کاهن جادوگر. این وقت نازل شد. حالا نرفته این وقت نازل شد و اونها را الله سبحانه و تعالی تکفیر کرد. پس برای همین در این مسئله غیر از جهلا دیگر هیچ کسی سخن نمیگه. نظر بکنید به سخن همه علما، بخصوص به سخن محمد امین الشنقیطی رحمه الله. محمد امین الشنقیطی رحمه الله باز خیلی در این باب زیبا صحبت کردن. اما افسوس که امروز جهلا از سبب اینکه جاهلند فکر میکنند که همه مردم جاهلند، شرم نداشته جاهلشون رو به همه میخواهند منتشر کنند. شرم نداشته میخواهند که جاهلشون حق باشه. الله المستعان. حالا من به شما کتاب اضواء البیان را میگویم. وقد عجب نبيه صلى الله عليه وسلم بعد قوله فردوا إلى الله من الذين يدعون الإيمان مع أنهم يريدون المحاكمة إلى من لم يتصف بصفات من له الحكم المعتبر عنه في الآية بالطاغوت وكل تحاكم لغير شرع الله فهو تحاكم للطاغوت. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فالكفر بالطاغوت الذي صرح الله بأنه أمرهم به في هذه الآية شرط في الإيمان كما بينه. فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فيفهم منه أن من لم يكفر بالطاغوت لم يتمسك بالعروة الوثقى ومن لم يتمسك بها فهو مترد مع الهالكين. أن على ذلك قوله تعالى له غيب السماوات والأرض وأبصر به وأسمع ما له من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. ما يستيقظ يوسف بأن له غيب السماوات والأرض ويبلغ به إلى آخر من الآيات الدالة. كل ما ميرين بهم ويتكيمي يعني معلش خیلی که دید موضوع هست. همه علما سخن هورن. برای من بجز جهلا این سخن رو هیچ کسی نمیگه. هر کسی رو دیدید که همین چنین سخن میگه فهمید که یک جاهل است یا جهمی است یا جاهلی خیلی هم جهلی مرکب است. بارک الله فیکم. الله و انشاءالله در این با هم سخنهای شیخ را اگر گذاشته درباره صحبت کرده ایست حتما. بارک الله فیکم. بله بارک الله فیکم. این همه وقته کار این جهمی ها، این به نام طالب علم های ارتش صفت، یعنی اصل با یعنی معلوم دینی بالضروره یا که احکام برابر میکنند و همچنین بین برادرها اینها چشون شبهشون همین است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که یعنی یک کس اگر گناه رو یعنی اراده کرد گناه نکرد تو نکند نوشته نمیشود، اگر ترک کرد ثواب میگیرد. یعنی دلیلشون بر همین بوده که این شرک اراده بکنید. این حدیث صحیح است که من هم میگن کسی که هم یعنی ارزو کرد اراده کرد دیگه گناه رو، این در مسائل رحمت الله، در مسائل گناهی که از شرک و کفر اکبر نیم. ما سه مسئله گفتیم: شرک اکبر، کفر اکبر
و یا شرک اصغر هم به این داخل میشه، برای که شرک اصغر اکبر هر یک چیز است. یا که مسئله طلاق یا مسئله طلاق، انا این مسئله ها اگر نیت کنید، اراده کنید، قصد کنید، به وقوع میپیوند. اگر چی نداده باشید. اگر یک کس همی روز بگوید که من زنم بعد از 3 روز طلاق میتونم گوید، علما میگن که همین امروز نیت طلاق میگیره. برای همین زن گرفتن به نیت طلاق علما حرام گفتن. میگه که من زن میگیرم لیکن به نیت طلاق بعد از 4 ماه جواب میدهم. علما میگن که این نکاحش باطل است، برای که این نیت طلاق کرد و زن گرفت، در همون وقتش نکاحش باطل شد. مرحبا. برای همین همه میدانند که به نیت طلاق زن گرفتن چی است؟ حرام است، نکاح باطل است. پس یا کسی نیت کند، اراده کند، اراده قصد طلاق زنش بکند، برای مسئله شوخی نیست. مسئله شوخی نیست و این مسئله نکاح هم مسئله احکام است. در اینجا بعضی از یعنی تفصیلات ها شاید وجود دارد، اما مسئله اصل دین است. در این مسئله علما اجماع کردند. همه کتب از این مسئله پور است، لبریز. اما افسوس که جوهلا امروز شدن، من نمیدانم گفتنشون علم شده است. این جوهلا من نمیدانم گویند یا نیست، گویند یا ما قبول نمیکنیم، گویند این علم شده. اعوذ بالله من ذلك. اعوذ بالله. شیخ عزیز بارک الله فیکم. این سوال دیگر را برادرم اینه که یک والله عالم همچنین سوال بتیم شما بهتر میشه، یعنی نصیحت کرده باشید در حق تاجرهایی که تاجر هستند، نماز میخوانند، روزه میدارند و حج میکنند، والله عالم زکات میدهند، در برابر همین خدمت تواقید میکنند. مقصد برای اونها یک نصیحت میکرید. بارک الله فیکم. ما این نصیحت یک چند بار کردیم در یوتیوب هم برآمد، والله علم. بعضی برادرها گشته و برگشته این چیز میخوان. البته نصیحت گشته و برگشته کردن خوب است، لیکن ما در این مثلا الحمدلله رب العالمین نصیحت رو کافی شوفی کردیم و باز میکنیم. و مختصر سخن همین است که کسانی که خدمت در طاغوت هستند و خودشون مسلمان میگن، صادقانه در خدمت طاغوت هستند، اینها از کمک کنندگان این طاغوت هستند. اینها این طاغوت پرست هستند، نصرت دهندگان طاغوت هستند. عبادتشون به اینها فایده ندارد، اینها از دایره اسلام بیرون میشن. برای همین تاجرهایی که پول دارید احتیاط شوید. پول داشتن شما معناش این نیست که همه کار شما خوب است و آرام آرام شما نماز خوانده گردید همه کار شما حل است. نه، شما باید زکات بدید، شما باید نصرت اسلام بدید، شما باید از دستگیری دشمنان اسلام دست کشید، از کمک دشمنان اسلام دست کشید. اما دشمنان اسلام رو کمک بکنید، در گرد اطراف اونها باشید، خدمتگار اونها باشید، نصرتشون بدید، شما از دایره اسلام بیرون میشید. الله المستعان. با همین صحبت به پایان میرسونیم، سوال جواب به پایان میرسونیم. بالاخره درس شروع کنیم که کمی خستگی به وجود میاد و درس رو بیرون میشه.